یه صحبتی داشتم با اونایی که از ادامه جنگ دفاع میکنن. خانم آقایون، جنگ ایران نجات نمیده، جنگ ایران نابود میکنه، جنگ ایران ویران میکنه. خب درود بر شما. ایران رو به نابودی میره اگه جنگ ادامه پیدا کنه، رو به ویرانی میره. اما خوابی؟ حاجی خوابی یا خودتو به خواب زدی؟ ایران 50 سال رو به نابودیه. ایران زمانی نابود شد که آخوند اومد توی مملکت ما خواست حکومت بکنه. ایران زمانی نابود شد که به جای اینکه آخوند بره سر قبل یک قرون دوزار بگیره، اومد شد مملکت مدار رو نمیدونم سیاست مدار. ایران و ایرانی زمانی نابود شد که به جای آموزش تمدن آریایی توی کتاب تاریخ ما، تمام تاریخ ما خلاصه شده بود در سال 57 که ما هجوم آوردن و به کشورمون تجاوز کردن. ایران زمانی نابود شد که دونه دونه بچه‌هامون رو تو خیابون واسه موهاشون میگرفتن، کشون سوار ون میکردن، میبردن شکنجه میکردن، تجاوز میکردن بهشون. ایران زمانی نابود شد که تو خیابون تو دیما بچه‌هامون رو با دوشکا کشتن. ایران زمانی نابود شد که یه قطار سال 82 قطار مسافربری حمل مهمات داشتین باش مهمات هم میکردین، اون قطار منفجر شد، دست و پای تیکه تیکه شده تو ریل جمع کردن. ایران زمانی نابود شد که اون قطار ترکید تا خود مشهد زمین لرزید و ما فکر کردیم زمین لرزه است و چند تا روستای اطراف نیشابور هم با خاک یکسان شد. ایران زمانی نابود شد که پلاسکو رو با خاک یکسان کردیم. ایران زمانی نابود شد که پرواز اوکراین رو زدیم، یه عده آدم چشم انتظار خانواده‌هاشون بودن، همشون رو کشتیم. ایران زمانی نابود شد که معدن طبس با خاک یکسان شد چون تجهیزات و امکانات نداشتن، کل معدنچیامون تو مردن. ایران زمانی نابود شد که شما اومدین تو مملکت ما. مگه ما از جنگ خوشمون میاد؟ مگه ما پدر و مادر نداریم؟ مگه ما خانواده نداریم؟ اما شما حرومزاده‌ها چاره‌ای برای ما نذاشتین. ما چاره‌ای نداشتیم جز اینکه دست به دامن آمریکا و اسرائیل بشیم. شماها مردم رو دیوونه کردین، شما باعث شدین مردم به مرگ و جنگ راضی بشن، ولی مملکت دیگه دست شما نچرخه. کیه به جنگ کشورش راضی باشه؟ اما شماها ما رو راضی کردین. ایران ما زمانی ویران شد که شماها به مملکت ما حکومت کردین. ایران زمانی نابود شد که بچه‌های ما، بچه‌های اهواز، بچه‌های آبادان، بچه‌های خراسان، بچه‌های بشاگرد، بچه‌های بلوچستان داشتن از تشنگی می‌مردن، آب واسه خوردن نداشتن، ولی شماها حرومزاده‌ها داشتین پول ما رو، سرمایه‌های مملکت ما رو خرج غزه، لبنان، یمن و سوریه می‌کردین، سلاح می‌فرستادین واسه داعش. داشتین زیر پای ما توی مملکت ما سلاح هسته‌ای می‌ساختین، شهرک‌های موشکی می‌ساختین واسه جنگ که یهودی‌ها رو بکشین. مگه یهودی‌ها چوب تو کون شما کرده بودن که این همه سال مغز مردم رو شستشو دادین تا بخواین مردم رو دشمن اون بیچاره‌ها بکنید؟ شما یه مش حرومزاده این. انگار ما خانواده نداریم، انگار ما کس و کار توی ایران نداریم، انگار ما واقعا از جنگ خوشحالیم. شما حرومزاده ها چاره‌ای واسه ما نذاشتین، ما مجبور شدیم دست به دامن بیگانه بشیم. کی حاضر مملکتش رو تو جنگ ببینه؟ کی حاضر ببینه مملکتش موشک بخوره؟ ولی شما از موشک وحشتناک‌ترین، شما خیلی خطرناکتر از اسرائیل و آمریکا هستین. اگر اسرائیل و آمریکا در دیماه به ایران حمله میکرد، این همه که شما بچهای ما رو کشتین، ایران کشته نمیداد. دشمن اصلی جهان و مردم ایران، مردم دنیا، جمهوری اسلامیه. غده سرطانیه که باید کنده شه. چرا میایین به ما میگین نباید حرف بزنین؟ بگید نه به جنگ. میگیم آره به جنگ، نه به جمهوری اسلامی. ایرانی که بخواد دست جمهوری اسلامی بیفته با خاک یکسانه. دیگه نمیذاریم و به بلاگرای امثال توی آشغال اجازه نمیدم بیای گنده تر از دهنت گوه بخوری. و توی ورزشکار حرومزاده که یک روزی من بهت افتخار میکردم که تو هم یک حرومزاده‌ای. حرومزاده زمین لرزید از موشک. اون روزی که مامان آیدا تو خونش فریاد میزد اسم بچه‌شو، زمین نلرزید. اون روز که مغز بچه‌های ما پاشته شد تو خیابون، زمین نلرزید. اون روز که مهسا واسه یه تار مشت تو مترو گرفته شد، جنازش برگردونده شد، زمین نلرزید. اون روز که بچه‌های ما مردن، زمین نلرزید. الان داره زمین میلرزه؟ کسکش برید گم شید، خفه شید، همتون خفه شید. شما نمیفهمید چی دارید میگید. شماها نمیدونید اگر جمهوری اسلامی بمونه چه بلایی سر مردم میاره، چه انتقامی در انتظار مردم منه، چه بلاهایی قراره سر دخترای ما در بیارن. مملکت ما تحت اسارت جمهوری اسلامی، مردم من اسیر جمهوری اسلامی هن. دخترای سرزمین من اسیر جمهوری اسلامی هن. برده های جمهوری اسلامی هستیم ما که اگر ذره‌ای تمکین نکنیم بهمون تجاوز میشه. گاوی نمیفهمی؟ گاوی نمیفهمین؟